یه حس غریبی دارم که این معامله درست حساب در نمیاد. اولش هم توضیح دادم میکروفون بسته بود. این معامله به نظر من معامله اوکی نیست. خواستم بیام بیرون ولی خب بهتر پایبند باشیم به استراتژی و یه پیمبار جالبی خورد. ببینیم چی میشه دیگه. زیادم نیست حالا. زیادم هست. 6% اکانت حساب. از لحاظ درصدی زیاد هستش. توی این معامله هم برخورد کرد. تیپی اصلش اینجا بود. تا اینجا باید بیاد پایین تا این ناحیه. و همین سومین معامله اون بوده. دومیش بود. آره دومیش یه معامله هم یادم رفته ویدیوشو بگیرم و اونو واسه بالانس اکانت انجام دادم و شد امروز دومین معامله تیپی ما. خب تیپی کلی هم فول تیپی شد این لک و این ستاپ فول تیپی شد و تمام.